امروزی که او وعدم من بیمارخانه واقعا احوالش بسیار وضعین بود. بسیار امید هم نداشتیم یا باوری هم نداشتیم. من وقتی که چخه میبینید حتی روز کردن دکتر با پول روز کردن ایستاد. خدا را شکر. وضع سلامتی اوسیا معتدل است. خدا با شکر رو به بهبودی است. اوسیا خودش میشیند. حاضر نصیب باشد ما نیت راه گردون کردن اوسیا داریم. مشق کردیم. نصیب باشد اوسیا را که به خانه جواب دادیم. بعد توبت ریابیلیتاسیونی هم پسیکولوژی هم از جهت رشد کردن موضوعهای جراحت ها و با از سر راه گردون کردن و حرکاتش برقرار کردن و کوشش میکنیم. اینکه وقتی طولانی در کار است.